سلام بچه‌ها، من سیم وایتی هستم، پلیر چنگوشتی کال آف دیوتی موبایل روی موبایل. امروز اومدم توی این ویدیو بهتون آموزش بدم رمز جیمیل اکانت کال آف دیوتی خودتون رو به سادگی عوض کنید. روی گزینه وسطی یعنی کال آف دیوتی کلیک میکنید. خب حالا روی این نوشته سیاه کلیک میکنید forward your password. روی این کلیک میکنید. اینجا شما باید یکی از ایمیل های گوشیتون رو وارد کنید. من وارد میکنم. ما ایمیل رو وارد کردیم. حالا باید به ایمیل ما یه پیام بیاد. وارد جیمیل میشیم. خب دیدید که اون پیام اومده. روی این گزینه میزنیم. روی این پیام کلیک میکنیم. خب حالا اینجا رمز جدیدمون رو وارد میکنیم. رمز جدیدی که میخوایم بذاریم رو وارد میکنیم. خب من رمز جدید رو وارد میکنم. خب اینجا شما باید دوباره رمز جدیدتون رو وارد کنید. خب روی سیو میزنید. حالا روی لاگین میزنید. اینجا باید شما جیمیل و رمزتون رو بنویسید. خب من بنویسم. ایمیل رو نوشتم، رمز رو بنویسم. خب من ربات نیستم. روی ساینین میزنیم. خب بچه ها رمز جیمیل رو به سادگی عوض شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید این ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.